این 5 نشانه باید که در هر کدام ما و شما باید تسلیم باشد. این صورت ما و شما می توانیم بگوییم الحمدلله ما بنده خدا هستیم، ما امت پیغمبری خدا هستیم. اگر یکی از این در کدام ما و شما نباشد، باور کن دین ما و شما، اسلام ما و شما ناقص است. بسیار بچه‌ها انرژتیک بسیار میخورد و من به مینویسم اکای غلامجان قوتم پس چیکار کنم؟ برای شما یک محصولات طبیعی رو توصیه می‌کنم، انرژتیک عموما نخورید. همین 2 تاش یک ماده میرسه، یک بار گرفته خورده بینید قوتتون بلند میکنه، ایمونیتت بلند میکنه. باور کنید من به هزار رحمت میگم. برای پروستات و ایمونیته و تستوسترون بقوت کردن. برادر عزیز پهلوان و این اسپریش با همراهش زن 2 چیزا میگیرین. کسی که اجیت پروستات تنقیصی دارین، اجیت تستوسترون و ایمونیته و اجیت همخوابگی، این 2 چیزا با هم خریداری میکنین. با اون خاطر میتونین که برای پر معلومات در کامنتر پهلوان بنویسین، براتون روان میکنه. الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبي وآله وأصحاب الذين هم قرات العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز از دهه مبارکی این ماه مبارک رمضان ساعتهای او سپری شده ایستاده است. اولا شکر خدا را که ما و شما را به این ماه مبارک رسانید. الحمدلله که 2 جمعه شد از این ماه مبارک ما و شما نماز انجام میدهیم. از این خاطر به حرمت این دهه اول مبارک در افتتاح سخن، در آغاز سخنمان یک جا دعا میکنیم پروردگارا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. پروردگارا اولا اجابت داریم از اون دعایی که خدایا اون دعا را تو نشنوی، به سوی تو از این دعا پناه طلب میکنیم. و خدایا از علمی که به فایده مردمی تو نباشد، بندگانی تو نباشد، از علمی که فایده اسلامی تو نباشد، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا از جمیع آن اعمال هایی که مثل نماز است، زکات است، روزه است و دیگر طاعت عبادتی که پیشنهاد درگاه تو نمی شود و به درگاه تو قبول نمی گردند، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا میدانیم خود فرمودی روزه از من است و من روزدار را خود مکافات میدهم. خدایا از آن مکافات خودت، از آن اجرهای بی عدد خودت اهل این جمعیت ما را برخوردار بگردانی. خدایا به حرمت این ماه مبارکت گذشتگان این جمعیت رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا این جمعیت ما را عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع نصیب و رودشان بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. آیتی که مبارکه که الحال به سمع شما تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست که خداوند به ما و شما خبر میدهد، میگوید شهر رمضان، آیا این یک ماه مبارک رمضان دیگر فضیلت چه بر شما خبر بتم چی هست؟ انزل فیه القرآن، این ماه چنان فضیلت دارد که در این ماه کتاب به نام قرآن به شما دسترس شد. از نزد من بر آسمان دنیا این قرآن پایان شد و این قرآن را جبرائیل در مدت 23 سال با محمد حبیب من صلی الله علیه و سلم آیت به آیت سوره به سوره رسانید. این قرآن خدا میگوید هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان، این قرآن من کتابی هست که هدایت کننده تمام عالمیان است، تمام مردم است. و اگر کسی میخواهد که هدایت بیابد، کسی میخواهد نجات بیابد، در این قرآن خدا میگه دلیل های خیلی آشکار و وسیع برای او بیان کردگی هستم. و این قرآن من قرآنی هست که حلال از حرام جدا میکند، شما به او نظارت کنین، شما به او نگاه کنین. خدا رحمت کند. ما در بزرگی قرآن تسلیم هستیم، ما قرآن را مقدس میشماریم، ما قرآن را مکرم میشماریم، زیرا خدا میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب کتابی هست که در سخن خدا بودن شک نیست. این سخن خداست، این سخن یگان مخلوق نیست، سخن یگان پادشاه و فرزند پادشاه نیست، این سخن خداست میگد. از این خاطر محمد اقبال لاهوری که حضرتم تسلیمی بر این کتاب هستند، بزرگی این کتاب حس کردن، گفتند راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیز چیزی دیگر است. اگر من حقانی بر شما بیان کنم و از صدق دل برای شما آن چیزی که در دل ما پوشیده است به شما خبر بتم، والله که این کتاب از کتابم دیده بزرگتر از این چیزی دیگر است. رسول الله میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. رسول الله گفتن آیا ای امتی من بهترین شما را خبر دهم که بهترین شما کی است؟ اصحاب گفتن کی هست پیغمبر خدا؟ بهترین ما در بین ما کیست؟ رسول الله گفتن کسی که تلاوت قرآن میکند، کسی قرآن را کشاده میکند، بوسه میکند، کتاب خدا میداند، او را احترام میکند، او را در خاندان خود جای میکند، در جای این کتابهای باطلی که در خاندان ما و شماست آنها را بیراه میکند و قرآن مقدس در اون خانه جای میکند و او را تلاوت میکند. رسول اکرم گفتن بهترین انسان و علمه و بهترین شما کسی هست که بعد آنی که خود قرآن خوان شد رفیق خدا، فرزند خدا، همسایه خدا باز قرآن خوان میکند. برای همین از همه شما دادرای عزیز، برادرای عزیز کار کنید که این قرآن برای خودتان دائم سحر نیمروز بیگاه حق دارد قرآن در خاندان شما که باید دائم شما این قرآن چکار کنین؟ تلاوت کنین. از هر حرف این برای شما ثواب میرسد، هر حرف این 10 ثواب دارد. حتی رسول الله گفتن ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. من نمیگم که یک الف لامی که شما در اول قرآن میخوانین در همین 3 حرف 1 ثواب، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب، میم 10 ثواب. در یک الف لام میم 30 ثواب شما از خود میکنید. مثل الذي المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن
مثل التمرة لا ریح لها و طعمها حلو. پیغمبر خدا گفت آیا مؤمن و مسلمانی که قرآن میخواند از مؤمن و مسلمانی که قرآن نمیخواند آیا چی فرق دارد؟ رسول الله تشبیه دادند کدام مؤمنی که قرآن خوان است، قرآن تلاوت میکند، وی گفت مثل میوه مندرین است. مندرین یا اپلسین ما و شما استفاده میکنیم. ریحها طیبون طعمها طیبون، بوی خوب دارد، مزه خوب دارد. مؤمنی که قرائت قرآن نمیکند، گفت پیغمبری خدا کدام مؤمنی که مؤمن است، نمازخوان است لیکن قرآن خوان نیست، گفت وی حکم خرما را دارد، مزه شیرین است لیکن بوی ندارد. کار کنین برادرای عزیز، ما و شما دستورات ما و شما کنستیتوت ما و شما بگیم پروگرامی که ما و شما باید با او زندگی کنیم این قرآن است. اینا باید ما و شما تلاوت کنیم تا که در این تشبیه که پیغمبری خدا دادن ما و شما داخل شویم، مزه‌مان هم شیرین شود، بویمان هم زیبا شود. رسول الله در دوام حدیث میگویند، در دیگر حدیث خبر میدهد لو جعل قرآن فی اهاب ثم القی فی النار ما احتقره. کدام انسانی که قرآن میخواند، این قرآن گفت در پوست اون نقش میبندد. کدام مؤمنی که آیاتهای قرآن اذیت میکند، خواه کم خواه نصف خواه کلن اذیت میکند، رسول الله گفتن که اگر این انسان قرآن خوانه ملائکه های دوزخ اگر در دوزخ هم که پرتایند ما احترق دوزخ اینها را نمی سوزاند. برای شما این قرآن یک سپر است. حرکت کنین چگونه که برای زندگی دوادو میکنین، برای چگونه که فرزندها را علاکه اندیشه داریم که در کدام مکتبهای داخل کنیم، اگرچه غلط نیست، ما هم دعوتمان همین است که فرزندهای همه ما و شما خواننده شوند، لکن در برابر این کار کنیم که اونها را قرآن خوان کنیم، اونها قرآن خوان باشد. عمر میگه روز من تورات میخواندم در دوره های مسلمانی حضرت عمر، رسول اکرم میگه از بالای سر من نگاه کرد و گفت عمر، گفت چی میخوانی؟ گفتم تورات موسی را نظر دارم. رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر صاحب همین کتاب موسی زنده میشد هر آینه این تورات در یک کنج از خانه میگذاشت و چنگ به قرآن محمد میزد. اینا پوش گفت قرآن تلاوت کن. از این خاطر شما میتونید در خاندان خود این انجیل عیسی و تورات موسی را راه نتین. اینا کتابای منسوخ شده بیکاره باطل هستند. امروز قرآن، صدای قرآن، آداب قرآن باید که در خاندان ما و شما باشد. در دوام آیات خدا چی گفت؟ گفت فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کدامی از بندگان من اگر ماه رمضان یافت در حالتی که صحت است، تندرست است، باید که روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، اگر بندگان من در ماه مبارک رمضان مبادای به سفر برآمدند یا اینکه بیمار شدند، خداوند خبر داد که وقتی که از سفر برمیگردند یا بیماریشان از اونها دور می شود، این صورت دگو روزه را بد می دارند. در حالت مسافرتی گفت خداوند چی است؟ رخصت است. در حالت بیماری رخصت است. وقتی از سفر بازگشت به وطن خودش، وقتی مریضیش دور شد، روزه بگیرد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدای شما فقط آسانگیر است، خدای شما به شما مشکلات نمیارد. البته خدای ما و شما مهربان است، برای ما و شما رخصت داده است که بنده من مبادایی که مسافرتی مشقت دارد از مشقت خالی نیست، روزت خور آمدی در خانت و ساعت و وقتش که موافق آمد روزه را قضایی بگیر. بیمار شدی
خوف بر بیماری داری، خوف بر زیادشوی بیماری داری، روزت بخور، هیچ گناهی برای تو نیست. ان ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال بنی الاسلام علی 5. فرزند حضرت عمر عبدالله روایت میکنن حدیثه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بوده است اسلام 5 پایه دارد. اسلامی که ما و شما دعوا میکنیم الحمدلله مسلمان هستیم یا مؤمن هستیم، باید که بر این 5 چیز ما و شما قائم باشیم. اگر این 5 چیز در ما و شما باشد، این صورت ما با زبانی دراز می توانیم گفته که الحمدلله ما مسلمان هستیم. اینا چیا هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله محمد رسول الله. یکم نشانه اسلام داری ما و شما، پیغمبر خدا گفتند این است که تو باید گواهی بدهی که خداوند یک و یگانه هست، پدر ندارد، مادر ندارد، فرزند ندارد. و گواهی میدی هم این که محمد بنده خداست، پیغمبر خداست، فرستاده خدا به سوی خلق است تا که احکام شریعت را برای ما و شما تعلیم بدهد. این یکم وظیفه هر یک فرد مسلمان است که باید در بیچگونگی و بیمثلی و بیمانندی و به اولاد و به اجدادی خداوند شاهدی دهد و این تسلیم باشد و بعداً بر پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم هم شاهدی دهد که پیغمبری بر حق است. دوم، پیغمبر خدا گفتند اقام الصلات. دوم دعوایی که مسلمان میکند و دوم وظیفه‌ای که مسلمان در پیش خود دارد این است که باید 5 وقت نماز خوانده شود. اگر 5 وقت نماز ما و شما خوانده نشود، این صورت ده خود جدا کنین که پایه خانه ما و شما، پایه اسلام ما و شما یک پایش نیست. خاندانی که پایه نداشته باشد او خراب می شود. اون خانه بی پایه ایستاده نمیتواند. رسول الله میگوید من حافظ علیها کان له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی که اگر در دنیا نماز میخواند، این نماز برای او حجت است، برای او دلیل است، برای او برهان است در روز قیامت از آتش دوزخ. و حجت چه نشان میدهد که من الحمدلله مسلمان هستم، مرحمت حجت من. و من لم یحافظ علیها، در دوام گفتم پیغمبر اگر مبادای که مسلمانی که نام مسلمانی و مؤمنی داشت و لکن نماز نمیخوان، وای چی گفت؟ پیغمبر خدا گفت، وای گفت همراه فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف است. روز قیامت این در زیر بیرق همین طغیانگران، همین دشمنانی پیغمبر و دشمنان کتاب خدا در زیر اینها صف میکشند، کسانی که در دنیا نماز نمیخوانند. و سوم نشانه اسلام ما و شما ایتاء الزکات. کدام شما اگر مالدار باشین، دولتدار باشین، خدا باز دولت شما را باز زیاده کند، لکن از دولتتان حق خدا را جدا کنید، زکات مال جدا کنید. بر یک برادری خودت، بر یک خواهری خودت، بر همسایه خودت، بر رفیق خودت، بر مسجد خودتان، بر یک طالب علم برده اینه چکار کن؟ تسلیم کن. این سیوم نشانه و سیوم وظیفه هر یک فرد مسلمان است. والحج من استطاع. پیغمبر خدا گفت 4م نشانه ای که مسلمان دارد این چی است؟ 4م نشانه ما و شما این حج است. اگر کدامی از ما و شما شرایط حج در ما و شما پیدا شد، باید که ما و شما، حضرت امام اعظم گفتن علی الفور، اگر 1 ماه به حج مانده باشد و تو صاحب همان مال نصاب و حق مثال زکات پیدا شد در تو، یا مالی رفتن و آمدن حج در تو پیدا شد، در حال در گردن تو فرض میگردد.
اگر کسی که در دنیا به حج و زمین پولداریش اگر میگذرد در نزد خدا عاصی و گناهکار است. و پنجم نشانه ای که ایمانداری و اسلامداری ما و شما را نشان میدهد این ماه رمضان است. این 5 نشانه باید که در هر کدام ما و شما باید تسلیم باشد. این صورت ما و شما می توانیم بگوییم الحمدلله ما بنده خدا هستیم، ما امت پیغمبری خدا هستیم. اگر یکی از این در کدام ما و شما نباشد باور کن دین ما و شما، اسلام ما و شما ناقص است.